سلام دوستان، من سجاد زبیح‌زاده هستم. امروز میخوام به شما OBS رو به صورت پیشرفته ولی به زبون ساده تمام جزئیاتش رو بهتون توضیح بدم. خب وقتی ویدیو اول منو دیدین و تنظیمات اولیه رو تونستین روی نرم افزار اعمال کنید، وارد نرم افزار که شدین یک صفحه سیاه رنگی برای شما نمایش داده میشه. خب این قاب سیاه رنگ چیه؟ این قاب سیاه رنگ تصویریه که شما میتونید توی استریمتون یا توی رکورداتون هر تصویری که اینجا قرار بدین یا هر آیتمی که اینجا قرار بدین توی استریمتون هم نمایش داده میشه. خب برای اضافه کردن یک صحنه یا یک سکانس میتونید رو قسمت صحنه ها روی قسمت به اضافه کلیک کنید، یک اسم برای صحنه‌تون انتخاب میکنید و بعد گزینه قبول رو میزنید. خب حالا نوبت آموزش قسمت منابع هستش که تمام جزئیاتش رو بهتون توضیح میدم. خب روی قسمت به اضافه کلیک میکنید. خب گزینه اول پلاگین ایندیای هستش که برای انتقال تصاویر بین دو سیستم هستش. مثلا شما میخواین تصاویر سیستم گیمتون رو به سیستم استریمتون منتقل کنید که این پلاگین رو به صورت پیشرفته در آینده بهتون به طور کامل توضیح میدم. خب در قسمت دوم تصویر هستش که اگه روش کلیک کنید شما یک اسمی میتونید براش انتخاب کنید و گزینه قبول رو که بزنید میتونید یک تصویری انتخاب کنید که براتون قابل نمایش باشه. اگه تصویرتون در این قسمت دیدین که به صورت تمام صفحه نبود و بزرگتر یا کوچکتر بود، روی این قسمت کلیک میکنید، گزینه تبدیل رو میزنید و گزینه کشش برای نمایش و یا گزینه ترکیبی کنترل اس رو میزنید و همینطور که میبینید عکستون به صورت تمام صفحه براتون در اومده. و اگه روی قسمت منابع رو تصویری که وارد کردین دقت کنید، یک علامت چشم براتون کشیده که اگه روش کلیک کنین تصویر از حالت نمایش در میاد و اگه روش کلیک کنین دوباره تصویر براتون نمایش داده میشه و یک علامت قفل براتون اینجا زده که اگه روش کلیک کنین که این خیلی به دردتون میخوره بچه، توی استریم خیلی به دردتون میخوره. اگر روی قسمت کلیک کنیم و قفل براتون فعال باشه این تصویر دیگه براتون سلکت نمیشه. مثلا میخوایم وبکمتون از این قسمت انتقال بدیم به این طرف، دیگه تصویر بک‌گراندتون انتخاب نمیشه که مثلا به این صورت مثلا میخوایم وبکمتون انتخاب کنیم به جاش تصویر بک‌گراندتون انتخاب میشه و تصویر براتون به هم میرسه. خب دوستان، بعد اینکه تصویرتون رو وارد کردین میریم سراغ بخش سوم که دستگاه ضبط ویدیویی یا همون وبکمتون هستش. روش کلیک میکنیم. در این قسمت یک اسم براش قرار میدیم، بعد گزینه قبول رو میزنید. در پنجره که براتون باز میشه در قسمت اول که دستگاه هستش میتونید وبکم مورد نظرتون رو انتخاب کنید و در قسمت دوم میتونید وبکمتون رو غیر فعال یا فعالش کنید و در قسمت سوم که پیکربندی ویدیو هستش روش کلیک میکنید و میتونید تنظیمات رنگ وبکمتون رو انجام بدین که روشناییش چقدر باشه، چقدر اشباه رنگ داشته باشه، یعنی رنگش رو بیشتر افزایش بده، پر رنگتر باشه یا شارپنسش چقدر باشه. خب تنظیماتی که روشو خواستین رو انجام میدین و بعد گزینه اپلای و بعد اوکی رو میزنید و بعد گزینه قبول. خب همینجور که میبینید تصویر وبکمتون با موفقیت وارد نرم افزار شده، ولی تصویر منو برای این نمایش داده نمیشه که من دارم از وبکمم استفاده میکنم، برای همین قابل نمایش نیستش. خب در گزینه چهارم که رنگ منبع هستش میتونید روش کلیک کنید، یک اسمی براش انتخاب میکنید و در این قسمت میتونید یک رنگی رو به عنوان بک‌گراند قرار بدید که من رنگ خاکستری رو انتخاب میکنم و گزینه قبول رو میزنم و همینطور که میبینید یک تصویری برامون نمایش داده میشه که روی تمام صفحه ها اومده و اگه بخواین این تصویر رو به پایین ترین صفحه ببرین روش کلیک میکنید و گزینه فلش به طرف پایین رو میزنید. خب بریم سراغ بخش پنجم که صحنه ها هستش. صحنه ها چیه؟ صحنه ها همین سکانس هایی هستش که در این طرف خودتون قرار دادین و اضافه کردین. به عنوان مثال یک صحنه دیگه اضافه میکنیم، یک تصویر وارد میکنیم، خب برمیگردیم تو صحنه قبلیمون و میخوایم این صحنه رو وارد سکانس استریم خودمون کنیم. میخوایم این سکانس که ساختیم رو وارد این صفحه کنیم، وارد این سکانسمون کنیم. رو قسمت پنجم که صفحه ها هستش کلیک میکنیم. در این قسمت میتونید صحنه ها رو انتخاب کنید، صحنه یک رو میخوایم وارد کنید یا صحنه دو رو. ما میگیم صحنه دو. روش کلیک میکنید و گزینه قبول رو میزنید. خب همینجور که میبینید صحنه شماره دومون وارد نرم افزار شد. خب حالا میریم سراغ بخش ششم که ضبط بازی هست یا ریکورد گیم هست.
روش کلیک میکنیم، یک اسمی براش انتخاب میکنیم و بعد گزینه قبول رو میزنیم. خب در پنجره که براتون باز میشه، اگر روی گزینه اول باشه هر برنامه‌ای که به صورت تمام صفحه باشه همون براتون نمایش داده میشه. مثلا اگر روی این گزینه باشه و وارد بازیتون بشین، بازی رو براتون نمایش داده میشه. و اگر روی گزینه پنجره خاصی را ضبط کنید باشه، شما میتونید تصویر مورد نظرتون رو انتخاب کنید و گزینه قبول رو بزنید. به عنوان مثال من الان گیمم رو انتخاب کردم. اگه وارد گیمم بشم، همینجور که میبینید تصویر بازی من به نمایش در میاد و شما میتونید تصویر بازی من رو مشاهده کنید. و در قسمت هفتم میتونید یک متن رو وارد نرم افزار کنید. به عنوان مثال میخواین یک متن خوشامدگویی رو در قسمت سمت راست یا سمت چپ اضافه کنید. روش کلیک میکنید، یک اسمی براش انتخاب میکنید و بعد گزینه قبول. در این قسمت میتونید فونت نرم افزارتون انتخاب کنید که من تغییرش نمیدم. در این قسمت میتونید متن مورد نظرتون رو بنویسید. به عنوان مثال من می‌نویسم سلام و اگه این گزینه فعال باشه حالت پیکسل بودن نوشتمون رو رفع میکنه، ترمیمش میکنه. روی این گزینه رو فعال میکنیم. از این قسمت میتونید حروف بزرگ نوشته بشه یا حروف کوچیک نوشته بشه و اگر روی این گزینه کلیک کنید میتونید نوشتهتون رو به صورت عمودی در بیارین یا صورت افقی. و از این قسمت هم میتونید رنگ نوشتهتون رو تغییر بدین که من کلیک میکنم و از این قسمت هر رنگی رو که دوست داشتین انتخاب میکنید، بعد اپلای تو کاستوم کالر رو میزنید و بعد گزینه قبول رو کلیک میکنید و همینجور که میبینید رنگ نوشتمون تغییر کرد. و اگه دوست داشتین متنتون به صورت گریدینت باشه یا دو رنگ باشه، رو گزینه شیپ کلیک میکنید و یک رنگی رو انتخاب میکنید. به عنوان مثال گزینه آبی رو انتخاب میکنید و بعد اپلای تو کاستوم کالر رو میزنید و بعد اوکی. و در قسمت اول میتونید شفافیت رنگ دومتون رو انتخاب کنید که در چه حدی باشه و در قسمت دومش میتونید جهت شیب رو انتخاب کنید. میتونید جهت گریدینتتون یا رنگ دو رنگتون رو تغییر بدین که از کدوم طرف باشه. و در این قسمت میتونید انتخاب کنید که بک‌گراند هم داشته باشه یا نه. به عنوان مثال من یک بک‌گراند زردم یا مشکی هم براش قرار میدم. رنگ مورد نظر انتخاب میکنید و دوباره اپلای تو کاستوم کالر رو میزنید و بعد گزینه قبول. و از این قسمت میتونید میزان شفافیت یا اپاسیتی بک‌گراندتون رو تغییر بدید. با گزینه قبول رو میزنید و همینطور که میبینید متن مورد نظرتون قابل نمایش هستش و هر جایی که خواستین میتونین قرارش بدید. خب میریم سراغ بخش هشتم که بخش مرورگر هست و در این قسمت میتونید شما گیفتونیت یا تصویری از وبتون نشون بدین. به عنوان مثال من میخوام تصویری از کانال آپاراتم رو نمایش بدم. روش کلیک میکنم، لینک مورد نظر رو وارد میکنید و بعد گزینه قبول رو میزنید. خب از این قسمت مرورگر شما میتونید گیفتونیتاتون هم حتی وارد نرم افزار کنید. وارد قسمت مرورگر میشیم، اسم براش انتخاب میکنیم که من میذارم دونیت. وارد بروزرتون میشید، وارد قسمت ریمیتتون یا سیبماتون میشید، لینک مورد نظر رو انتخاب میکنید، کپی میکنید و وارد قسمت OBS تون میشین و کنترل وی رو میزنید و لینک رو پیست میکنید. و اگه یک نفر منو دونیت کنه یا کانال آپاراتم رو فالو کنه، میتونید ببینید که اینجا نمایش داده میشه. خب میریم سراغ بخش نهم، منبع رسانه. روش کلیک میکنیم، اسم براش انتخاب میکنیم، گزینه قبول رو میزنیم و بعد یعنی اینجا میتونیم یک فایل ویدیویی، به عنوان مثال من میام یک فایل گیف رو انتخاب میکنم و گزینه قبول رو میزنم و همینطور که میبینید تصویر برای من نمایش داده میشه. و اگه میخواین به صورت مداوم قابل نمایش باشه، روش کلیک راست کنید، گزینه ویژگی ها رو بزنید و گزینه چرخه رو بزنید و همینطور که میبینید این تصویر به صورت مداوم برای من نمایش داده میشه. خب میریم سراغ گزینه بعدی که نمایش اسلایدی تصویر هستش. روش کلیک میکنیم، یه اسمی براش انتخاب میکنیم، پنجره رو یکم کوچیک‌ترش میکنیم، تصویر پنجره نمایش تصاویر رو، و در این قسمت یک پوشه براش انتخاب میکنیم، پوشه یا فایل ها رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال من چند تا فایل رو انتخاب میکنم.
خب در این قسمت میتونید طریقه انتقال تصاویر بعد رو نشون بدین که به صورت محو شدن باشه، برش باشه، کشیده شدن باشه یا اسلایدی باشه، که من همین محو شدن انتخاب میکنم. در این قسمت میتونید انتخاب کنید که وقتی تصاویر تمام شدن دیگه نمایش داده نشن یا اگه چرخه فعال باشه به صورت مداوم قابل نمایش بشه. خب گزینه قبول رو میزنید. همینطوری که میبینید تصویر برای ما نمایش داده میشه و زدن کنترل اس تصویر برای ما تمام صفحه میشه و شما میتونید تصویر رو کوچیک‌ترش کنین یا حالت تمام صفحه باشه. من میذارمش این گوشه. خب میریم سراغ گزینه بعدی که گزینه ویندوز کپچر است. روش کلیک میکنیم، اسمی براش انتخاب میکنین و گزینه قبول رو میزنید. خب دوستان وقتی رو گزینه ویندوز کپچر کلیک کردین این پنجره براتون نمایش شده میشه. در گزینه اول که ویندوز هسته شما میتونید پنجره مورد نظرتون رو انتخاب کنید که من گوگل کروم هم انتخاب میکنم و گزینه قبول رو میزنم و همینطور که میبینید تصویر گوگل کروم هم برام نمایش داده شد. خب میریم سراغ گزینه بعدی که کپچر نمایش هستش. روش کلیک میکنیم، یه اسمی براش انتخاب میکنیم و گزینه قبول رو میزنیم و در این قسمت میبینید که هر چی داخل ویندوزتون نمایش داده میشه رو ضبط میکنه. گزینه قبول رو میزنیم و همینطور که میبینید تصویر ویندوزمون هم برامون آورد. میریم سراغ گزینه بعدی که گرفتن صدای خروجی هستش. یعنی شما وقتی وارد بازیتون هستین ولی صداش داخل استریمتون نیست، باید این قسمت رو حتما داخل OBS تون اضافه کنین تا صدای گیمتون هم برای استریمتون فعال بشه. روی این قسمت کلیک میکنین، اسمش رو انتخاب میکنید و در این قسمت دستگاه میتونید درایو مورد نظرتون انتخاب کنید و بعد گزینه اوکی رو بزنید. خب میریم سراغ گزینه بعدی که صدای میکروفونتون هستش. گرفتن صدای ورودی. کلیک میکنید و اسم براش انتخاب میکنید و قبول رو میزنید. در این قسمت باید میکروفون مورد نظرتون رو انتخاب کنید. من میکروفونم رو انتخاب میکنم و بعد قبول رو میزنم و برای برطرف کردن نویز میکروفونتون به صورت حرفه‌ای بعدا براتون یک ویدیو پیشرفته قرار میدم که چجوری باید نویز میکروفونتون رو به صورت حرفه‌ای کم کنید تا قابل استفاده باشه. خب دوستان میریم سراغ بخش تنظیمگر صدا یا بخش میکسر. خب در این پنجره میبینید که تمام بخشایی که وارد کردین، تمام دستگاهایی که وارد کردین در اینجا اضافه شده و شما با کم و زیاد کردن این گزینه میتونید صدا رو کم و زیادش کنید یا با زدن این گزینه میتونید صدای میکروفونتون رو به عنوان مثال ببندید یا با زدن گزینه سیتینگ یا روی چرخنده وقتی کلیک کنید یک سری قابلیت‌های براتون باز میشه. در این قسمت میتونید فیلترهای اضافه کنید یا افزونه‌هایی به میکروفونتون اضافه کنید که به عنوان مثال من میخوام نویز میکروفونم کمتر بشه. روی این قسمت کلیک میکنیم و گزینه نویز ورودی یا کاهش نویز رو میزنیم و اسم براش انتخاب میکنیم و قبول رو میزنیم. و اگه پلاگین هایی که زیر ویدیو براتون قرار دادم نصب کرده باشین تمامشونو، در این قسمت یک گزینه براتون میاره به اسم رینویز که اگه روش باشه، اگه روی این قسمت کلیک کرده باشین و فعال باشه براتون، همینطور که میبینید وقتی من سکوت میکنم تمام نویز میکروفونتون رو براتون میگیره در این قسمت. خب در قسمت ویژگی ها میتونید دستگاه میکروفونتون رو عوض کنید. به عنوان مثلا میذارم رو پیشفرض میکروفون دیگر رو انتخاب میکنم و بعد قبول رو میزنم. یا دوست دارین صدای میکروفونتون رو تغییر بدین به صورت مثلا مونو باشه، چند دسیبل کم باشه، زیاد باشه، از این قسمت هم میتونید تغییرش بدین. خب وقتی گزینه مونو رو برای میکروفونتون فعال کنین، میکروفونمون یک کاناله میشه صداش، یعنی خروجی صداش یک کاناله میشه. یعنی به طور همزمان میتونید صدا رو هم از اسپیکر سمت راستتون بشنوین هم از اسپیکر سمت چپتون بشنوین. ولی وقتی فعال نباشه به عنوان مثلا نصفشو از اسپیکر سمت راست میشنوین، نصف دیگه‌شو از اسپیکر سمت چپ. خب اگه میخواید میکروفونتون رو خودتون هم صداشو بشنوین، روی گزینه نمایش و خروج حتما کلیک کنید که من بهتون پیشنهاد نمیکنم، این کارتون رو به هم میریزه و همیشه بذارین روی همین گزینه نمایش خاموش باشه. مثلا اگه روی این قسمت بذارین میکروفونتون به صورت همزمان از اسپیکراتون هم براتون پخش میشه.
ولی من بهتون پیشنهاد میکنم روی همین گزینه نمایش خاموش قرار بدین تا صداتون فقط داخل استریم پخش بشه و خودتون صداتون رو نشنوید. خب میریم سراغ بخش انتقال صفحه ها یا مثلا ترانزیشن هایی که مثلا خودم داخل استریمم قرار میدم. به عنوان مثال مثلا میخوام برم به سکانس دوم، نگاه کنید چه اتفاقی میفته. تصویر برام محو میشه از این سکانس یا به این سکانس. مثلا من میخوام یک ویدیو قرار بدم مثل ویدیویی که داخل استریم خودم میبینید. روی گزینه افزودن استینگر کلیک میکنید و بعد اسم براش انتخاب میکنید و بعد قبول رو میزنید. در این قسمت ترانزیشنی که درست کردین رو وارد میکنید، قسمت مرورگر کلیک میکنید، فایل ویدیویتون رو انتخاب میکنید. بعد اینکه فایل ویدیویتون رو انتخاب کردین حتما این گزینه رو غیر فعال کنین تا به این صورت بهتون نمایش نده، به صورت حرکت آهسته بهتون نمایش نده و فایل ویدیوتون رو درست نمایش بده. روی این قسمت کلیک میکنید، غیر فعالش میکنید و گزینه پیشنمایش رو میزنید و همینطور که میبینید تصویر برای ما نمایش داده میشه. روی گزینه قبول میزنید و حالا وقتی روی گزینه صفحه دیگه بزنید یا سکانس دیگه رو انتخاب کنید این فایل ویدیو براتون نمایش داده میشه. خب در این قسمت در پنجره بالا قسمت های مهمش رو بهتون توضیح میدم بچه‌ها. مثلا یک سکانس یا یک صحنه رو شما قشنگ قرار دادین، تمام تنظیماتش انجام دادین و میخواین یک خروجی از این سکانستون بگیرین که اگه دوباره OBS تون رو حذف کردین یا نصب کردین بتونین تمام این فایلایی که اضافه کردین رو بعداً داشته باشین. این سکانستون بعداً پاک نشه اگه نرم افزار رو پاک کردین. روی قسمت خروجی کلیک میکنید، یک پوشه براش انتخاب میکنید و گزینه سیو رو میزنید و بعد وقتی دوباره ویندوزتون رو عوض کردین یا OBS تون رو دوباره باز کردین میتونید تمام این سکانسی رو که درست کردین رو بعدا هم داشته باشین. رو قسمت وارد کردن سکانس میزنید، رو قسمت افزودن کلیک میکنید و سکانس مورد نظر رو انتخاب میکنید و بعد وارد کردن رو میزنید و همینطور که میبینید سکانس مورد نظرتون وارد شد و بعدا هم میتونید ازش استفاده کنید. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. نظرات خودتون رو حتما برای من بنویسین. خیلی ممنون و خدا نگهدار.